سلام و درود به همه دوستان. به فکتوم خوش آمدید. امروز در مورد موضوع جذاب در مورد جنگ جهانی اول و دوم از نگاه مردم و اینکه چگونه جنگ جهانی شکل گرفت صحبت می‌کنیم. تا آخر ویدیو همراه من باشید. جنگ جهانی اول از 1914 تا 1918 و جنگ جهانی دوم از 1939 تا 1945 شکل گرفت. وقتی اسم جنگ جهانی به گوش میرسه، کمتر کسی از دل میلیون ها انسان میگه که جنگ زندگی سادهشون رو نابود کرد. زندگی روزمره در سایه جنگ چه عواقب زیادی داشت. در غیاب مردانی که به جبهه رفته بودند، میلیون ها زن در کشورهای مختلف شانه به شانه هم کار میکردند. در کارخانه های اسلحه سازی، بیمارستان ها، مزرعه ها و حتی گاهی در خط مقدم. در آمریکا زنی با نام نمادین روزیت نماد زنانی شد که جنگ را از پشت جبهه پیش بردند. بسیاری از کودکان در کشورهای اروپایی و آسیایی از خانوادهشان جدا شدند. در بریتانیا بیش از 3 میلیون کودک از شهرها به روستاها فرستاده شدند تا از بمباران دور باشند. بسیاری از اونها در خانه‌های غریبه زندگی کردند، با دلتنگی و ترس تا در امان باشند. در آلمان و ژاپن بسیاری از کودکان پدر و مادرشون را از دست دادند. آموزش تعطیل شد، مدارس ویران شدند و دنیای کودکیشان زیر آوار موند. حالا نمونه‌ای از کشورهای مختلف در جنگ رو با هم یک بررسی سریع می‌کنیم. آلمان. در اواخر جنگ جهانی دوم در آلمان مناطق مسکونی مثل خانه‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس رو نابود کردند. مردم در پناهگاه‌ها پنهون می‌شدند. غذا جیره‌بندی شده بود و ترس از مرگ همیشگی. بریتانیا. شب‌های صدای آجیل خطر و بمب‌های نازی‌ها لندن رو به جهنم تبدیل می‌کرد. مردم در ایستگاه‌های مترو پناه می‌گرفتند. در عین حال روحیه مقاومت مردم بریتانیا بالا بود. به این دوران مردم بریتانیا میگن The Blitz Spirits، روحیه ایستادگی زیر بمباران. ژاپن. بزرگترین فاجعه برای مردم ژاپن بمباران اتمی 2 شهر هیروشیما و ناگازاکی بود. ده‌ها هزار نفر در چند ثانیه نابود و پودر شدند. کسانی که زنده و جون سالم به در بردند دچار سوختگی، بیماری و ترومای شدید شدند. خاطرات بازماندگان مثل ساداکو و هزار درنای کاغذیش نماد امید و صلح شد. ایران بی‌طرف بود، ولی در سال 1320 توسط متفقین اشغال شد. سربازان شوروی و انگلیس وارد کشور شدند. راه آهن‌ها و منابع غذایی را در کنترل گرفتند. مردم در ایران در شهرهایی مثل تبریز و تهران شاهد حضور نظامی‌ها در کوچه‌ها و بازارها بودند. قحطی و کمبود غذا باعث شده بود حتی نون و برنج کمیاب بشه. حالا می‌پردازیم به یکی از داستان‌های مربوط به جنگ جهانی. آنه فرانک، دختری در اتاق مخفی. آنه دختر یهودی در هلند بود. خانواده‌اش برای فرار از نازی‌ها در اتاقی مخفی شدند. او دفتر خاطراتی نوشت که پس از مرگش یکی از مشهورترین و دردناکترین کتاب‌های تاریخ شد. او در یکی از نوشته‌هاش میگه که با وجود همه این ترس‌ها هنوز باور دارم که انسان‌ها در اصل خوب هستند. خب همیشه برای بعضی‌ها سوال هست که این اطلاعات چگونه به دست میاد. من میگم که از منابعی که به جا مونده به دست میاد. و اگر بخوام یه توضیح دیگه در مورد این کتاب بدم، یک فیلم بر اساس این کتاب ساخته شده به نام خاطرات آنه فرانک. فیلمی به کارگردانی جورج استینز که در سال 1959 منتشر شد. درباره جنگ جهانی اول و دوم مستندها و فیلم‌هایی ساختن که چند تاشون رو براتون میگم. چه چیزهایی باعث شد که جنگ جهانی شکل بگیره؟ پاسخ کوتاه اینه که مجموعی از عوامل سیاسی، اقتصادی، نظامی و فکری باعث شروع این جنگ‌های عظیم شدند. در ادامه این مبحث رو براتون گسترش میدیم. عوامل مؤثر در شروع جنگ جهانی اول. مورد اول، نظام اتحادهای سیاسی، رقابت قدرت‌ها. اروپا به 2 بلوک تقسیم شده بود: اتحاد سه‌گانه، آلمان، مجارستان، ایتالیا، اتفاق سه‌گانه، فرانسه، بریتانیا، روسیه. این اتحادها به این معنا بود که اگر یک کشور درگیر شد، بقیه هم وارد میشن.
مورد دوم، ملت‌گرایی افراطی. ملت‌ها حس غرور افراطی و برتری نسبت به دیگران داشتند. سرب‌های ملی‌گرا خواهان استقلال از امپراتوری اتریش مجارستان بودند. مورد سوم، رقابت نظامی و تسلیحاتی. کشورهای اروپایی در حال رقابت تسلیحاتی بودند. ارتش‌ها بزرگتر، مدرن‌تر شده بود. همه آماده جنگ بودند. فقط دنبال جرقه‌ای می‌گشتند. مورد چهارم، ولیعهد اتریش در 28 جوان 1914 در شهر سارایو ترور شد. این ترور جرقه‌ای شد برای آغاز جنگی بزرگ. عوامل مؤثر در جنگ جهانی دوم. مورد اول، نتایج سنگین جنگ جهانی اول. پیمان ورسای ورسالیس آلمان را تحقیر و تضعیف کرد. از دست دادن سرزمین، غرامت‌های سنگین، محدودیت در تسلیحات. مورد دوم، ظهور دیکتاتوری‌ها، فاشیسم، نازیسم. در ایتالیا موسولینی، در آلمان هیتلر، در ژاپن نظامی‌ها. این کشورها خواهان گسترش قدرت و قلمرو بودند و ایدئولوژی‌های تهاجمی داشتند. مورد سوم، سیاست دلجویی غرب. بریتانیا و فرانسه در مقابل تجاوزات اولیه هیتلر مثل اشغال اتریش، چکسلواکی واکنش جدی نشان ندادند. این سکوت هیتلر را جسورتر کرد. مورد چهارم، تهاجم آلمان به لهستان 1 سپتامبر 1939. این لحظه آغاز رسمی جنگ جهانی دوم بود. بریتانیا و فرانسه علیه آلمان اعلام جنگ کردند.